بچه کافیه وارد سایت فدراسیون ورزش‌های همگانی بشید و دوره تئوری درجه 3 که مربوط میشه به تمامی رشته‌های ورزشی شرکت کنید. بعد از گذراندن این دوره یه دوره در واقع تعیین سطح برای یوگا هست که از توی سایت اخبار یوگا که با سرچ کردن میتونید پیداش کنین، میتونین دوره تعیین سطحش رو شرکت کنین. ازتون یه آزمون گرفته میشه و 6 ماه بعد به شرط قبولی توی این آزمون و آزمون تئوری میتونین وارد سطح 6 بشید برای مربیگری و در ادامه دوره مربیگریتون رو بگذرونین و بتونین کاملش کنید. قانون ها هر سال تغییر میکنه، اما روندی که امسال هست تا اونجایی که من میدونم به این شکله. باز میتونین تحقیق کنین، بیشتر بپرسین، اما این روند کلیشه. مربی شدن کلن با یه کمی تلاش و مطالعه و این چیزها میتونه در واقع کار آسونی باشه، اما چیزی که هست و میخوام خیلی بهش دقت کنی اینه که برای اینکه بتونی مربی خوبی باشی که حرفی برای گفتن داشته باشی، من توی تخصص خودم میگم حداقل 3 سال سعی کن یوگا کار کنی کنار یه مربی که حست باهاش حس خوبیه. یوگا کار کنی و مربی هست که دلسوزانه حرکت‌ها رو بهت آموزش میده و بعد از اون اقدام کن برای مربیگری. اینو طبق تجربه میدونم بچه‌هایی که این زمان رو گذاشتن در آینده موفق تر بودن توی کارشون. چیزی که من همیشه به بچه ها میگم اینه که وقتی میخوای درسی رو به دیگران انتقال بدی، چیزی رو به دیگران یاد بدی، باید اون درس رو خودت زندگی کرده باشی، باید بهش واقف باشی تا بتونی آموزشش بدی. پس برای مربی یوگا شدن نیاز هست که یوگا رو زندگی کرده باشی، توی ذهنت و جسمت یوگا رو هر روز تمرین کرده باشی تا بتونی به خوبی انتقالش بدی. امیدوارم که توی این مسیر موفق باشین و بتونین روشن کننده مسیر بسیاری از افرادی باشین که همراهتون میشن.